الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. ان شاء الله سبحانه و تعالی این صحبت ما قسم چهارم از رد شبهات مبشری مسلمیاری که در شرک اکبر و کفر اکبر جهل را عذر می داند. خیلی که به شما بیان کردیم در رد دوممون که در صحبت هایی که مبشر مسلمیار کرده است مسائل به نهایت پیچیده و زیاد وجود دارد که ما هر یک این مسائل را به دقت گوش میکنیم و هر یک شبهات اینها را بیرون میکنیم و کشف مینماییم. و ما البته همیشه در کمینگاه اهل بدعت وجود داریم. یگان سخن اینها از زیر نظر ما بیرون نمی شود. یگان حجت اینها را ما ترک نمی کنیم. همه اش را می بینیم که آیا موافق قرآن و سنت و فهم سلف امت اینها حجت می گیرند یا که به خواست هوا و هوس و به خواست مذهبی بگویم ارجاعی حجت می گیرند. تا این جایی که ما دیدیم حجت هایی که این بنده الله می آرد همه اش موافق هوای هوس و موافق مذهبی غلات مرجعه است. بارک الله فیکم. البته ما در دو حلقه گذشته به دو شبهه جواب دادیم. اول در یکی از حلقه اولین حجت ها را پیشکش کردیم و بعد از این که مبشر مسلمیار گفت همه علمای اهل سنت جهل را در شرک اکبر و کفر اکبر عذر می دانند. ما به این یک حلقه جواب دادیم که این یک بهتان است، این یک تهمت بر علمای اهل سنت است و این جهل بر منهج سلف این امت است. و بعد از این در مسئله شبهه دوم که فرق گذاشتن بین تکفیر بگویم عموم، تکفیر النوع و تکفیر عین در مسئله شرک اکبر و با همین شبهه انکار کردن تکفیر مشرکین تکفیر عینشون بود، به این با حجت ها و با اقوال علما جواب دادیم. حالا باشد شبهه نوبتی و بگویم یکی از شبهه های بزرگترین مرجعه ها همین است که در همه کتاب های کشف شبهات اهل سنت و الجماعت این شبهات جواب داده شده است و یکی از شبهات قوی که مبشر مسلمیار هم در بالای همین شبهه بسیارتر صحبت کرده است کشف کرده می شود. شبهه امروزه که ما بگویم کشف میکنیم شبهه آورده مبشر مسلمیار که گویا به همین دلیل ما نمیتوانیم مشرک ها را مشرک بگوییم، این فرق گذاشتن بین کفار اصلی و مرتدهایی که خودشون رو به اسلام نسبت میدهند می باشد. یعنی اینها میگویند که این آیت هایی که اهل سنت و الجماعت حجت می آورند برای تکفیر مشرکین و برای جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نبودنش، اینها در حق کفار نازل شدند، نه در حق مسلمان هایی که به اسلام نسبت داده می شود. یعنی اینها میگویند که این آیات های آورده شما به تکفیر مشرکین حجت نمی شود، زیرا این آیات ها به کی نازل شده بود؟ به یهود یا نصارا یا مشرکین. اما شما باشید این آیات ها را به بالای مسلمان ها تطبیق میکنید. از همین جهت شما خوارجید یا تکفیریت یا غلو دارید و بالاخره به خوارج این عمل رو نسبت میدهند. بله، به همین دلیل اینها اهل سنت و الجماعت رو خوارج میگن که آیات هایی که ما میبریم بعضیش، نه همه‌اش، بعضیش در حقیقت در حق کافرها و مشرکان نازل شده است، نه همه‌اش. اما حجت آیا گرفته می شود یا نمی شود؟ بله، از نظر اهل سنت و جماعت می شود. اما از نظر شبهات مرجعه ها این آیات ها تمام دیگه در حق همونها نازل شد، در حق کسایی که فعل همونها رو میکند حجت گرفته نمی شود. البته این سخنشون هم مخالف عقل، هم مخالف قرآن، هم مخالف سنت و هم مخالف اجماع سلف این امت است.
خیلی که در کشف شبهات این مسائل ذکر شده است. علما میگند این قول، انا همین سخن رو گفتن، یعنی فرق گذاشتن بین تکفیر کفار اصلی کسی که مشرک در دین مشرکی یا که یهود و نصارا است و کسی که فعل همونها عمل همونها رو انجام میدهد و لا اله الا الله میگه خودش رو به اسلام نسبت میدهد، این فرق گذاشتن و آیات هایی که آمده است این رو فقط به کفار داخل دارد و به مشرکینی که خود رو به اسلام نسبت میدهند داخل ندارد گفتن، این چه است؟ میگن این قول باطل است، این بیکار کردن قرآن است، بیکار کردن عمل کردن بر قرآن است و این مخالف اجماع است. و این سخنی شیخ غامدی است و البته از دیگر علما ابن تیمیه رحمه الله و محمد ابن عبدالوهاب و عبدالرحمن ابن ابو بطین و عبدالرحمن ابو بطین و اینچنین عبدالرحمن ابن حسن دیگر از علما ذکر میکنیم. عبدالله ابو بطین. اولا ما یک قاعده رو بالاختصار ذکر میکنیم. ما در علم شرعی قواعد الفقهیه، قواعد الاصولیه وجود دارد. در همین قواعد علما همه اجماع میکنند که همه علمای اهل سنت اجماع میکنند و قاعده رو ذکر میکنند و این قاعده رو قاعده قواعد بگویم اصولی ذکر میکنند. در علم اصول تفسیر که العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تمام طالب علمان اهل سنت و جماعت از این قاعده باخبر هستند. عبرت به عموم لفظ قرآن و سنت است، نه به خصوصی سبب نازل شویش. اگر ما هر یک آیت قرآن رو بگوییم که این آیت به فلان جا نازل شده است، تمام این به ما داخلش نیست، این آیت در مکه نازل شده بود، بعد از این دیگر به این عمل کرده نمی شود، این فقط به مشرکان نازل شده است بگوییم، بدونید که ما قرآن رو سبحان الله عملش رو ترک کرده و انکار کرده است، بیکار کرده است. از همین جهت همه این مرجعه هایی که مشرک ها رو عذر میدهند، غیر از این انسان هم دیگرها، همه این مرجعه کسی نباشد، صوفی ها، قبوری ها، مدخلی ها، حزبی ها، یعنی کسی نباشد، کدام فرقه باطل نباشد، عیناً انا همین شبهه قوی ترین اونها که میگویند تکفیری که در قرآن آمده است این دلالت فقط به کفار اصلی میکند و اما کسایی که خود را به اسلام نسبت میدهند تکفیر اینها وجود ندارد و اینها لا اله الا الله محمد رسول الله میگن مسلمانند اگر جاهلانه شرک اکبر کفر اکبر کرده باشند. البته که این سخنشون مخالف اجماع و مخالف قرآن و سنت و مذهب اهل سنت و الجماعت است. بارک الله فیکم. همه این مرجع در این باب به همدیگر پیوست میشوند، یا کسایی که خود را اهل سنت و الجماعت میگویند و از علمی عقیدوی و از منهج سلف صالح و علمای اهل سنت و الجماعت بیخبرند، به انا همین شبهه واقع میشوند. این از سببی در منهج نبودند و خطا فهمیدن منهج. از همین جهت منهج این چیزی بینها ضروری است، یعنی قرآن و سنت رو نه به فهمی خود و به فهمی سلف این امت و به فهمی علما فهمید. ما البته دلیل ها رو ذکر میکنیم، حجت ها رو ذکر میکنیم که چقدر البته علما از صحابگان، تابعین، تبع تابعین، آیات هایی که در حق کفر نازل شده بود حجت میگرفتند، در حق مسلمان ها استفاده میبردند. البته این چیز تفصیلات دارد، اما بیایید اول سخنی مبشر مسلمیار رو در این باب گوش میکنیم که چی میگوید. بارک الله فیکم. حالا باز میکنیم سخنش رو. مسلمانی که بر اساس نواقض مرتکب کفر شده باشه و این که خیلی از آیات و احادیثی که در قرآن کریم آمده که اونجا الله متعال حالات کفار اصلی را ذکر میکنه، بعضی ها آیات در مورد مسلمان ها تطبیق میدن. مثلا الله متعال میفرماید که این احد من المشرکین استجارک
فاجر حتی يسمع کلام الله. جالب بود برادر این آیت می آورد و متوجه نمیشد که الله متعال در مورد مشرک گپ میزنه و این احد من المشرکین، اگر یکی از مشرکین است طلب میکنه، یعنی در مورد مشرک اصلی گپ میزنه. بله در مورد مشرک اصلی جهل عذر نیست. میخواست از این آیت استدلال بکنه برای مسلمانی که مرتکب کفر شده باشه و ممکن در مورد جهل عذر بده باشه. یعنی این گپ بسیار غلط فهمی بسیار کلان است که خیلی ها امین نکته را درک کردن نمیتونن. یا مثلا الله متعال فرمود هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. الله متعال شما را خلق کرده، بعد از شما کافرین، بعد از شما مؤمنین. بله دقیقاً همون رقم هست. اما آیا از این آیات عام که الله متعال حالات کفار ذکر میکنه، آیا این در مورد نفر مسلمانی که اسلامش ثابت است اما بر اساس جهل در یک کفر واقع شده، آیا استدلال کردن درست است؟ در حالی که این گپ دقیق نیست. و اما برادری که در این باب ما بحث میکرد یک مسئله را از نپرسان کرد که ما وقتی برش گفتیم این آیات در مورد کفار اصلی است و شما نباید در مورد مسلمان ها اطلاق بکنین و آمد گفتش نه، این اصلا محیط قولی از سلف در این باب. بارک الله فیکم. سخنی قسمی از سخنی مباشر مسلمی را گوش کردید و قسمی بقیش را که حجتش رو می آورد از کلام ابن عمر قسمی بعدیش رو بعد گوش میکنیم و به او جواب میدیم. پس ببینید میگه که این آیات هایی که شما میبرید این به کفر اصلی داخل دارد. پس یک انسانی که عیناً همون عملی کفر اصلی رو انجام بدهد و مثل کفر رو انجام بدهد، آیا همون حکم رو میگیرد یا نمیگیرد؟ این یک مسئله هست که بله علما اجماع میکنن که میگیرد. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند من تشبه بقوم فهو منهم. هر کسی که تشبیه به قوم میکند از همون است. البته تشبیه کردنی که کفر اکبر است، شرک اکبر است، و تشبیهی که البته گناه کبیر است و تشبیهی که گناهش با کم است، صغیر است، از گناههای معده است. تشبیه هم مرتبه های خود را دارد. این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله فهمش واضح است. هر کسی که تشبیه به کفر کند از همون است. یک کسی از مسلمان ها لا اله الا الله میگوید، نماز میخواند، روزه میدارد و با همراهی کفاری که نصرانی هستند یا یهودی هستند به گردنش صلیب می آویزان میکند و هر هفته یک مرتبه به همون معبدی نصرانی ها می رود، همراه نصرانی ها عیسی را عبادت میکند. عیسی را پسری اعوذ بالله الله میداند و هم نماز میخواند و هم روزه میدارد. خودش رو مسلمان میگوید. آیا کسی هست که همین انسان رو مسلمان بگوید؟ شک نیست که نیست. کسی وجود ندارد. کسی که همین انسانی که نصرانی خود را نمیگوید، خود را مسلمان میگوید با همراهی نصرانی ها عیسی را عبادت میکند، کسی که این رو مسلمان میگوید خودش بیشک کافر است، مرتد است به سبب اینکه مشرک را مسلمان گفت. و این چنین هر کسی که بیاید خودش را مسلمان بگوید، عبادت بکند، اما دینی بودیزایی که هست یک رود به بودیستا هم با همراهی بودیستا به هیکل اونها عبادت بکند، آیا این مسلمان است؟ جهل آیا عذر است؟ جهل عذر نیست. و این عیناً همون عمل مشرک ها را کرد و همون آیات هایی که در قرآن در حق نصارا و یهود و مشرکین آمده است به همین هر دوی این دخل دارد. و سومین آدمی که قسم سوم که بینهایت به من شما ضرور است، یک دینی دیگر. هر کسی که خودش رو مسلمان بگوید، نماز و روزه لا اله الا الله میگوید، اما رود به دین قبوری ها پیوست بشود، یعنی هم خود رو مسلمان میگوید اما قبر میپرستد. هر روز جمعه یا در یک هفته 2-3 باره یا که یک وقتی معینه در گرد قبر طواف میکند، سجده به قبر، از قبر طلب دعا میکند. آیا این رو کسی مسلمان میگوید؟ اگر کسی این رو مسلمان به جهل بگوید، پس مجبور است و ملزم است که او یک کسی که به دین بودیستی رفته، خودش رو نگفته که من دین بودیستی رو قبول میکنم، نمیگه من مسلمانم لیکن سجده به بود میکنم. یا کسی که خودش رو من مسلمانم میگه، من دینم رو دیگر نکردم اما به کلیسا در اومده عبادت میکنم، عیسی رو پسر الله میگه، باید به اینها هم عذر بدهد. و این رو یگان نفری نه عاقل میگد و نه مسلمان میگد. کسی که این سخن رو میگد البته که مشرک میشود. ما باید خوب دقت بدیم. ابن القیم الجوزی رحمه الله میگن که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو الله مبعوث کرد، در روی عالم 5 دین وجود داشت در اساس قرآن، در بنص قرآن: یهود، نصارا، سابعه
و بارک الله فیکم مجوس و مشرک. یهود، نصارا، سابعه، مجوس و مشرک، دین مشرکین. پس من اینجا میخوام به شما بگویم که علما مشرکین رو دین میگفتند، یعنی دین شرکی میگفتند. یک دین وجود دارد. بعضی ها فکر میکنند که دین فقط دین یهود و نصارا است، یا دین گفته فقط به همون قوم میگیم که به اونها کتاب نازل شده باشد. نه، این باطل است. هر منهج و راهی که ترتیب یافته شده است و مردم به همون رفتند و جماعت شده اند، این یک دین است، اگرچه اینها از جانب الله یگون باره به اینها کتاب هم نموده است. این دینشون دینی باطل است. ما دو دین داریم، دین حق و دینی باطل. دینی باطل گوناگون است. یهود و نصارا امروز دینی باطل هستند، لیکن وجود دارند، منسوخ شده. و این چنین مجوس یک دین است، اما دینی باطل است. و این چنین سابعه ستاره‌شناسا که در قرآن اومده است، دینی باطل است، قوم ابراهیم علیه السلام. و این چنین دین مشرکین وجود دارد. دین مشرکین این قبر پرستی، بین خود واسطه گرفتن و غیره. خیلی که یک انسان از خودش را در اسلام نسبت بدهد و خود را مسلمان داند و به گردنش صلیب آویزان کند و با همراهی خریستیان ها یا یهود ها در معبدشان همون اله باطلشان را عبادت بکند، کافر است. این چنین کسی که خود را مسلمان بگوید و آتش پرستی بکند، کافر است و مشرک است، شک نیست. و این چنین کسی که خود را مسلمان بگوید و ستاره شناسی بکند و بگویم ستاره پرستی بکند، کافر است. و این چنین کسی که خود را مسلمان میگوید و به اسلام نسبت میدهد و قبر پرستی میکند، کافر است، هیچ فرقی ندارد. اینها همه دین هستند. بعضی ها فکر میکنند که دین شرکی وجود ندارد. از همین جهت حالا به مقصد اساسی میگردیم. اون آیات هایی که در قرآن آمده است که یهود و نصارا را مشرک میگوید و فعل اونها را شرک میگوید، یا مشرکینی که دین شرکی را انجام میدادند اونها را میگوید، ما میگوییم هر کسی که عملی کفر اکبر و شرک اکبری را انجام میدهد که وابسته به یکی از این دین ها هست، حکم همونها را میگیرد. هر کسی که یکی از کفر اکبر و شرک اکبر عملی اصل دینی یهود و نصارا را میکند. اصل دین یهود و نصارا یعنی عیسی را پسری اعوذ بالله اله گفتن، پسری الله گفتن و صلیب گرفتن و اعتقاد کردن به همین. هر کسی که خود را مسلمان گفت به اصل دین یهود و نصارا اعتقاد بکند، پس همون آیتی که به یهود و نصارا بود به بالای این می آید. چیزی عادی است. یا هر کسی که خود را مسلمان بگوید و اما به همون اصل اعتقاد مشرکین باور بکند، بین خود و بین الله بگوید که شفاعت کننده هست، مرا این قبر شفاعت میکند، چخیلی که مشرکین میگفتند، دین مشرکین قریش. یا بگوید که من از قبر طلب دعا میکنم، یا که بارک الله فیکم سجده به قبر بکند، ذبح به قبر بکند، طواف به قبر بکند. این گویا که مثل همون انسانی که خود را مسلمان گفت و خریستیان به خریستیانی بگیم عملهای کفری اصلی اونها رفت. یعنی این انسان هم خود را به اسلام نسبت داد و به اصل دین مشرکین رفت. وقتی که اصل دین اونها رو به جا آورد، از همونها شد و این حکم هایی که در قرآن آمده است به بالای این جاری می شود. پس ما میگوییم هر آیتی که به تکفیر یهود و نصارا آمد و هر آیتی که به تکفیر مشرکین آمد، هر کسی که همون عملی که به سبب همون عمل الله اونها رو تکفیر کرد انجام بدهد، کافر است. هر کسی که الله رو بگوید ثالث ثلاثه، بگوید اعوذ بالله اله، سه اله هست بگوید، هر کسی که صلیب بگیرد، هر کسی که پسری الله رو پسری بگویم اعوذ بالله الله پسر دارد یا فرزند دارد بگوید، یا عیسی پسری الله هست بگوید، خود لا اله الا الله بگوید، خودش رو مسلمان بگوید، این کفر است. کسی شک بکند به این کفر است. و این چنین کسی که به دین مجوسیت همچنین اعتقاد بکند، یا که کسی که خود را به اسلام نسبت بدهد و به قبر همچنین اعتقاد را بکند. یهود و نصارا اگر عیسی را عبادت کنند، مجوسی ها آتش را عبادت میکنند. قبر پرستای قبوری امروز صوفی ها و قبوری های رافضه ها علی را عبادت میکنند و قبوری ها قبر را عبادت میکنند. فرق فقط همین اله اینها مختلف است، لیکن همه اشون در دین خودشون غیر دین اسلام است. انا این را آدم میفهمد که دین های گذشته را آموخته باشد. از همین جهت شیخ الاسلام بگویم شیخ الاسلام تیمیه ابن القیم الجوزی و بخصوص محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله به نهایت در مسئله شناخت مشرکین سخنهای خوب میگن. در کتاب قواعد الاربعه شما میگن کفار مشرکین رو بشناسید.
از عمر رضی الله عنه روایت است که کسی که جاهلیت رو نمیشناسد اسلام رو نمیشناسد. من لم لا اعرف قدر الاسلام من لم يعرف جاهلیه. قدر اسلام رو نمیداند انسانی که جاهلیت رو نآموخت. پس بدانید که همه پیامبران به همدیگر برادر و دین اونها یک بود. دینشون از جانب عقیدوی یک بود، توحید بود و اصلی این پیدایش انسان به توحید است. کسی که میگه که اصلی انسان توحید نیست این یک جاهل است و گمراه است و این عقیده قبوری های دهری های فلسفی ها است. اما اهل سنت و جماعت میگن اصلی انسان آدم علیه السلام و فرزندانشون 1000 سال همه موحد بود. اما همین فرزندان موحدین از سبب جهل خیلی که حاکم در مستدرکشون روایت میکنه از ابن عباس که اینها رسم کشی کردند، یک طبقه رفتند، دوم طبقه رفتند، سوم طبقه از سبب جهل آهسته احترام رو به رسم ها زیاد کردند و عبادت رو شروع کردند. الله نوح علیه السلام رو نازل کرد و نوح علیه السلام اومده نگفتند که شما امتی موحد بودید و به سبب جهل شما کافر شدید. بگویم جهل به شما عذر است، من شما رو تکفیر نمی کنم، اول من به شما حجت میرسونم بیایید بعد از این تکفیر. این خیلی گپ نیست. اومدن تکفیر کردند. همه پیامبران همچنین. بعد از حضرت نوح علیه السلام اولین قومی که به شرک واقع شد وقتی که طوفان شد همه جا پاک شد، همه موحد شدن، دنیا همه موحد، یک جماعتی کمی موندن. اما بعد از یک زیاد وقت‌های رفته بعد از این قومی بگویم قوم عاد که پیامبرشون هود علیه السلام بودند شرک رو انجام دادند. یعنی قوم حضرت نوح فرزندای حضرت نوح مسلمان بودند، آیسته آیسته از سبب جهل بود به شرک رفتند. هود علیه السلام اومدن تکفیر کردن، نگفتن که شما موحد بودید، بعد از طوفان همه شما موحد بودید، بابای شما موحد بود و ما به شما عذر میدیم، نگفتن. زیرا که هر قومی که مشرک شده بود خود را به پدر و مادرش نسبت میداد. حضرت نوح علیه السلام وقتی که اومدن و تکفیر کردن و هم میگفتن که پدرهای ما موحد بود، ما هم مثل همونها موحد هستیم، ما پیروی از پدر و مادر میکنیم، پیروی از گذشته ها میکنیم. و این چنین قوم هود و این چنین قوم ثمود و بگویم قوم عاد و قوم ثمود بعد از اینها و این چنین قوم حضرت ابراهیم علیه السلام خودشون رو به کی نسبت میدن؟ به پدرانشون و به گذشته‌هاشون تقلید میکردن. یعنی از سبب جهل تقلید کنون به شرک در آمدند، نمیفهمیدن که این شرک است و خود را باز به یک پیامبر نسبت میدادند. از همین جهت وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند، یعنی فرستاده شدند به مکه همچون پیامبر در سن 40 سالگیشون، اهل مکه آیا خودشون رو به یگان پیامبری نسبت میدادند، خودشون رو حق میشماریدند، یا که یگان پیامبر نداشتند و هم تو کفاری عادی بودند مثل بودیستا بودند؟ کسی که عقل دارد، کسی که قرآن رو میداند، کسی که سنت رو میداند میفهمد که اینها خود را در دین ابراهیم میشمارند. همون ابو جهلی که الله و رسولش تکفیر کرده اند و قتل کرده اند میگفت که اگر الله میگه سوال کن مشرکا را، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان رو کی خلق کرده؟ میگفتن که الله خلق کرده است، الله رزق میدهد. الله امروزه همون عقیده ربوبیتی که قبوری ها دارد، این صوفی های قبوری و رافضه ها که الله رزق میدهد، الله باران میبارد، الله آدم رو میمیراند، الله زنده میکند و غیره و غیره، اکثر این مشرکان این عقیده رو داشتند. فسیقولون الله، توحید ربوبیت رو داشتند. البته قسم های بودن که توحید ربوبیت هم نداشتند اما اکثر داشتند و خود رو در ملت ابراهیم علیه السلام میگفتند. و وقتی که به سوی قرآن و سنت دعوت کرده میشد میگفتند که ما نتبع الا ما الفینا علیه ابانا، در روایت دیگر ما نتبع الا ما وجدنا علیه ابانا، ما پیروی نمیکنیم مگرم به همون راه و روشی که پدر و مادرمون رو دریافت کردیم. یعنی تقلید میکردن، مقلد بودن، در شرکشون مقلد و جاهل بودند، اما خود رو در ملت ابراهیم علیه السلام میدونستند، یعنی در دین ابراهیم علیه السلام میدونستند. از همین جهت وقتی که به قریش نظر بکنید، قریش ها حال پیامبر صلی الله علیه و آله مبعوث نشده ختنه میکردند. ما میگیم ختنه رو شما میدونید، یعنی مرد رو همون پوستی اضافه‌گیش رو از بالای آلت مردیش بریدن، ختنه میکردند. این قریش ها این سنت رو از کجا گرفته بودند؟ از دین ابراهیم. از دین ابراهیم مونده بود. نکاح میکردند از دین ابراهیم، طلاق بود از دین ابراهیم، صدقه بود، نیکی که به حجاج میکردند از دین ابراهیم بود، حج میکردند، گرچند که تغییر داده بودند بالاخره
بالاخره حج رو به لوچ مادرزاد حج میکردند، آیسته آیسته باطل شده بودند، اما از دین ابراهیم مونده بود و یک چند چیزهای دیگر از دین ابراهیم علیه السلام مونده بود. خودشون رو پیروی از ابراهیم علیه السلام میکردند. حدیث است که پیامبر میگن الانبیاء واحد و الانبیاء اخوه دینهم واحد. پیامبرو برادر هستند، دینشون یک چیز است. پیامبر اومده چرا امتان برادرشون رو، امتان ابراهیم رو که ابراهیم و پیامبر هر دوشون یک عقیده دارند و هر دوشون موحد هستند، امت ابراهیم رو به جهل عذر ندادند، تکفیر کردند. در اول اسلام نماز، روزه، بگوید که حج، زکات این چیزا نبود. پیامبر فقط به خاطر توحید در اول دعوت میکردند. پیامبر اومدن 10 سال فقط به توحید دعوت کردند، به سوی یکتاپرستی. چرا پیامبر به امت‌هایی که خودشون رو به ابراهیم نسبت میدادند عذر ندادند؟ جهل عذر است نگفتند و تکفیر کردند. زیرا که الله گفت کسی که به شرک واقع میشد مشرک است. قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافرها. انا این است حقیقت امر. حقیقت امر این است که بارک الله فیکم، هر کسی که خودش را به امت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت بدهد و باز به شرک واقع شود، این از مشرکین است. اگر به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شده باشد. خیلی که امت ابراهیم را عذر داده نشد، تحریف شدگانی که از امت ابراهیم خودش را نسبت میداد، این چنین انسان‌هایی که خود را به امت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت میدهد و عیناً همون کارهایی که امت ابراهیم خود کرده بودند این عمل را میکند، مشرک است. از همین جهت محمد بن عبدالله میگن که مشرک زماننا اشد شرکا من الاولین، مشرکایی که در زمان ما هستند از مشرکایی که خودشون را به امت ابراهیم نسبت میدادند سخت‌تر هستند. پس همون آیات‌هایی که در قرآن نسبت همون مشرکین آمده است به بالای این مشرکین هم 100% تطبیق میشود. فقط اونها امت ابراهیم بودند، اینها امت محمد صلی الله علیه و آله هستند. در مسئله توحید جهل و عذرسیون است. این مسئله فقط امت محمد صلی الله علیه و آله نیست. ما باید در این مسئله خوب دقت بدیم. در مسئله توحید، شرک اکبر و کفر اکبر. پس برادران و خواهران عزیزم، انا همچنین ما باید بیاموزیم چخیلی که شیخ محمد بن عبدالوهاب در قواعد الاربعه این رو قیاس کرده و ذکر کرده. امت‌های گذشته بگویم پیروی، بگویم مشرکایی که جاهلیت بودند خودشون رو به امت ابراهیم نسبت میدادند، چرا از مشرکایی که امروز هست کمی خوب است و امروزه مشرکا بدتر است؟ برای اینکه ویها وقتی که به بالایشون یگان مصیبت می اومدند الله را عبادت میکردند گشته. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین، زمانی که به کشتی میشتن یک بار الله الله گفته یگان الله را عبادت میکردند. اما امروزه مشرکا میگن یعبدون غیر الله فی الرخاء و الشده، هم در حالت آرامی و هم در حالت بلا و مصیبت و سختی غیر الله را عبادت میکنن امروزه مشرکا. از همین جهت امروزه مشرکا از مشرکای زمانی بگویم پیامبر از همون مشرکایی که خود را به ابراهیم نسبت میدادند بدتر هستند. فرق همین است که امت مشرکایی که خود را به ابراهیم علیه السلام نسبت میدادند و امت ابراهیم میحسابیدند، اونها را محمد صلی الله علیه و سلم تکفیر کردند و امروزه مشرکا را علما و موحدین تکفیر میکنند، زیرا که دیگر پیامبری نمی آید. محمد صلی الله علیه و سلم و صحابگان تکفیر کردند. امروز موحدین، علما و موحدین مشرکا را تکفیر میکنند. بدون تکفیر مشرکین کفر بالطاغوت به وجود نمی آید. بدون تکفیر مشرکین هیچ مسئله به وجود نمی آید. و این سخن ما بینهایت دور و دراز شد، اما این مسئله بینهایت مهم است. اکنون میگذاریم به سخنهای علما که آیات‌هایی که در قرآن هست همون تکفیر کردن مشرکا، تکفیر کردن یهود و نصارا، هر کسی که همون عمل رو کند، هر کسی که عملی همون کفر اصلی رو کند، حکم همونها رو میگیرد. و ما این آیات ها رو دلیل میاریم برای تکفیر کردن مشرکایی که خود رو به امت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت میدهند. از همین جهت ابن تیمیه رحمه الله در بد بودن سخن مبشر مسلمیار و هم مسلکانش و هر کسی که همین عقیده رو دارد که میگه این آیات ها دلیل نمیشود، میگه زیرا که این آیات ها به کفر اصلی نازل شد، میگن که ذم الكفار لا يدخل فيه الا كفار قریش و نحو ذلك لا يقوله مسلم ولا عاقل. نظر کنید به کتاب مجموعه الفتاوا مجله 16 صفحه 148. این ذم کفار، بد کردن کفار، تکفیر کفار و بدی کفاری که الله ذکر کرده است در قرآن، کسی بیاد بگوید که
این بد کردن کفار و این تکفیر کفاری که در قرآن آمده است به این فقط کفار قریش داخل می شود و به این نمودی بگویم تکفیر کسایی که عملی اینها رو بکند مثل همینها عمل کند اینها داخل نمیشه، فقط کفار قریش داخل میشد. بگید بدونید که میگن لا یقوله مسلمون ولا عاقل، این سخن رو یگان مسلمانی عاقل نمیگه. یعنی سخنی که مبشر مسلمیار گفت، سخن مبشر مسلمیار رو یگان آدم عاقل و یگان آدمی که مسلمان است نمیگه. و محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگن که فتکفیر هؤلاء المرتدین موجود فی القرآن، تکفیر کردن این مرتدینی که شرک اکبر رو انجام میدن، کفر اکبر رو انجام میدن، در قرآن موجود است. انا که در دوامش بینید مثل مبشر مسلمیار و این چنین انسان هایی که نیست میگویند، به اونها محمد بن عبدالوهاب چی میگن؟ فإن جادل منافق بكون الآية نزلت او نزلت في الكفار فنقول له، اگر یک منافق بیاید و با ما بحث مناقشه بکند و مجادله بکند و بگوید که این آیات ها در حق کفار اصلی نازل شده است، نه در حق کسایی که خود را به اسلام نسبت میدهند، ما به او میگویم فنقول له، ما به او میگویم هل قال احد من العلماء ان هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ آیا یگان نفر از علما گفته است که این آیات ها بگویم دلالت نمی کند به همه همون کسایی که این عملهای مشرکین را از مسلمین انجام میدهد؟ یعنی آیا یگان نفر از علما گفته است که اگر یک نفر از مسلمان عملی مشرکا را بکند مثل همونها شرک را انجام بدهد یا دیگر کفار را کند، این آیات ها به این مسلمان داخل نمی شود گفته است؟ نه، نگفته است. همه علما میگویند که اجماع میکنند که این آیات ها دلالت میکند به همون مسلمانی که خودش رو مسلمان میگه و عملی کفار رو مشرکین رو میکنه، شرک رو میکنه. از همین جهت این آیات ها رو دلیل میبرند. این آیات ها رو همه علما دلیل آوردن. مبشر مسلمیان میگه که این منهج خوارج است، پس من همه علما اهل سنت رو خوارج میگه. این بله مذهب مرجع است، این جهلا هستند که اهل سنت رو، علما رو، سلف رو خوارج میگن. و بعد از این عبدالرحمن ابا بطین رحمه الله میگن که اما القول ان بارك الله فيكم آيات أن الآيات التي نزلت بحكم المشركين أو نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم ويلزم منه أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة كانت لأناس وانقرضوا وبطل حكم القرآن. الله المستعان. وبطل حكم القرآن. یعنی اما سخنی که گفته می شود که این آیات های قرآن نازل شده است به حکم تکفیر کردن مشرکین اولین، به مشرکینی که مشرکین اصل بودند، به اسلام خودشون رو نسبت نداده بودند، و این آیات ها دخالت نمی کند، دلالت نمی کند به کسایی که مثل فعل همونها رو میکند. فلا تتناولوا من فعل فعلهم. و این آیات تناول نمیگیرد، یعنی این آیات حکمش به کسایی که فعل همونها رو مثل همون مشرکان انجام میدهد به اونها دخل ندارد. بگوید این سخن چی بوده است؟ یعنی کسی که کفاری آیات ها رو جدا بکنه، بگوید که این آیات ها به کفار داخل شده و به مسلمان هایی که عمل کفر رو میکنند داخلش نیست، بگوید حکمش چی بوده است؟ کفر عظیم. این عملش کفر بزرگ بوده است. و یلزم منه ان الحدود المذکوره فی القرآن. و از این سخنش ملزم است که لازم میآید که حدودهایی که در قرآن ذکر شده است و در سنت ذکر شده است فقط به همون انسان‌هایی که در همون زمان قدیم بودن داخل دارد و امروز این عمل‌ها کرده نمی‌شود و با همین قرآن رو باطل می‌کند. و این سخن در کتاب الدر السنیه مجله 10 صفحه 418 ذکر شده است. بله این سخن درست است، سخن شیخ. امروز اردوغان رو گوش بکنید چی میگه؟ میگه که این حدودهای قرآن میگه دستبری و دیگر حدودها به همون زمان قدیم نازل شده بود، به همون وقت داخل داشت، امروز داخلش نیست میگه. بله همچنین هستند، گرچه که این سخن رو مرجعا نگویند هم، لیکن وقتی که گفتند که این آیات ها فقط به مشرکین داخل دارد، گفتند دروازه رو به همه این نمود کفر و شرک باز کردند. سبحان الله. از این جده بود کدام سخن علما رو میخواهید؟ انیق و دقیق. ببینید طالب علمان اهل سنت و جماعت ما همین چنین است.
عمیق و دقیق. اما با همین هم سخن ما به پایان نمیرسد. با این هم سخن ما به پایان نمیرسد. حالا دوام سخن مبشر مسلمیان رو در همین مسئله باید گوش بکنیم که چی میگوید. آیا از این آیات عام که الله متعال حالات کفار ذکر میکنه، آیا این در مورد نفر مسلمانی که اسلامش ثابت است اما بر اساس جهل در یک کفر واقع شده آیا استدلال کردن درست است؟ در حالی که این دقیق نیست. و اما برادری که در این با ما بحث میکرد یک مسئله را از من پرسان کرد که ما وقتی برش گفتیم این آیات در مورد کفار اصلی است و شما نباید تو در مورد مسلمان ها اطلاق بکنین و آمد گفت نه این اصلا ما قولی از سلف در این باب نداریم که گفته باشه که آیاتی که در مورد کفار اصلی آمده او را برای مسلمان ها تطبیق کنند از اقوال خوارج است. در این مورد حالی که از عبدالله بن عمر رضی الله عنه قول بسیار واضح نقل است و من قول عبدالله بن عمر رضی الله عنه را در این باب بیارم که رسول الله صلی الله علیه و او در مورد خوارج میگن که یکی از کارهای خوارج همین بود. کان ابن عمر یراهم شرار الخلق. در مورد خوارج گفته میشه که ابن عمر اونها را بدترین مخلوقات بدونه و قال انهم انطلقوا الى آیات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنین. ابن عمر رضی الله عنهما صفات خوارج ذکر میکنه، بعد اون میگه که او آیاتی را که الله متعال در مورد کفار اصلی صحبت میکنه اینا را خوارج در مورد مؤمنین مثلا تطبیق میکنن. این از صحیح بخاری نقل کرده. حالا یک سوال اساسی از منفری که بحث میکردم این بود که برای گفت یک قول بیار که سلف گفته باشه که آیاتی که در مورد کفار اصلی شده در مورد مؤمنین نباید تطبیق کنیم. و اینجا قول عبدالله بن عمر رضی الله عنه بسیار واضح و صریح است که ابن عمر رضی الله عنه خوارج بدترین مخلوقات می‌دونن. شما میگم آنها سراغ آیاتی که از قرآن در مورد کفار نازل شده است رفتن و آنها را بر مسلمین تطبیق می‌کنن. دقیقاً عین همین کار را صحبت یک برادر داشت شنیدم. دقیقاً همین آیات میاره استدلال میکنه و این احد من المشرکین استجارک فاجر حتی اسمع کلام الله. تا اینجا الله متعال واضح میگه اگر یکی از مشرکین نمیگه او مسلمان در حالت مسلمان صحبت نمیگه، چون وقتی یک نفر اسلامش به صورت یقینی ثابت شده این قاعده را امام تیمیه رحمه الله نقل میکنه. باز من بیشتر ان شاء الله ذکر میکنم. بارک الله فیکم. این بود سخن مبشر مسلمیار و شبهه نوبتیش در اساس این، یعنی وقتی که آیات‌هایی که ما به تکفیر مشرکین ذکر کردیم که جهل عذر نیست، او این آیات‌ها رو میگه که حجت نمیشود، سخن ابن عمر رضی الله عنهم رو میارد. البته سخن ابن عمر رضی الله عنهم صحیح است، ما یگون جای این کاری نداریم و این در صحیح بخاری روایت شده است. ابن عمر رضی الله عنهم این سخن رو گفتند که بگیم منافقین یا که بگیم خوارج ها بدترین شرار الخلق، بدترین خلق هستند. به خاطری چی بدترین خلق هستند؟ میگن که زیرا که آیات هایی که نازل شده است در حق کفار، خوارج ها این آیات ها را به حق مسلمین میگذارند. یعنی آیات هایی که خاص به کافرها نازل شده است و باید به بالای اونها تطبیق شود، خوارج ها چیکار کردند؟ خواستند که به بالای مسلمان ها تطبیق کنند. از همین جهت اینها بدترین خلق هستند. اما این سخن ابن عمر در حق این آیات هایی که مشرکین را گفتن است یا مطلق گفته می شود، یعنی مطلقاً هر کسی که یک آیتی که در حق کفار یا مشرکین نازل شده باشد این را گیرد و در حق مسلمین یک استدلال گرفته می شود. از سخن علمای اهل سنت و الجماعت نه گرفتن این چنین فهمیده نمی شود سخن ابن عمر را. اما مبشر مسلمیار از سببی از منهج اهل سنت و الجماعت دور بودن و از منهج سلف صالح بیخبر بودن، این سخن ابن عمر را بگویم مطلق گرفته شده است. اگر به سخن ابن عمر ما مطلق نظر بکنیم، همه بگویم اکثر صحابگان سلف این امت را بگویم خوارج باید بگویم، اول علی رضی الله عنه و دیگران رو. و این مبشر مسلمیار ملزم است، یعنی مجبور است که اگر همین سخن ابن عمر را مطلق بگیرد، علی رضی الله عنه، ضحاک و غیر دیگر علما رو باید خوارج بگوید. ابو بکر صدیق، عمر رضی الله عنه و دیگر سلف این امت رو باید خوارج بگوید. چرا؟ برای اینکه ما حجت می‌آوریم که همه اینها آیات هایی که در حق کفار و مشرکین، در حق یهود و نصارا نازل شده بود، به حق مسلمین یک چند بار نسبت داده بودند و این چیز وجود دارد. از همین جهت این مسئله تفصیلی هست، تفصیل دارد. بله یک مسائل هست که خاص یهود و نصارا یا مشرکین است، به مانند جزیه یا به مانند کنیز گرفتن. ببینید
چرا حضرت ابن عمر رضی الله عنه این سخن رو گفتند که خوارج‌ها آیات‌های در حق کافر نازل شده رو به مسلمان‌ها تطبیق میکنند؟ وقتی که حضرت علی رضی الله عنه به حضرت مادرمون عایشه رضی الله عنها و به حضرت علی بگویم حضرت معاویه جنگ کردند، دو جنگ شد، جنگ جمل و صفین. پیروان علی رضی الله عنه بعد از این جنگ از علی جدا شدند و خوارج‌ها به وجود آمد. بعد از این جنگ جدا شدند. سبب جدا شدن چی بود؟ سه سبب بود. سبب یکم گفتند که شما علی گفتند علی خطا کردید، علی رو خوارج‌ها تکفیر کردند، گفتند که علی و پیروانش چی میشود؟ کافر است. چرا؟ گفتند که ما در جنگ جمل جنگ کردیم با حضرت مادرمون عایشه رضی الله عنها، چرا کنیز نگرفتیم؟ یعنی خواستند که حضرت مادرمون عایشه رو کنیز بگیرند، در حالتی که کنیز گرفتن فقط به حق کی است؟ کافرها رو باید کنیز گرفته شود. اما یک مسلمانی که خطا کرده به هم دیگر جنگ کنند، یکیش یا یک طایفه که از دو طایفه یکیش رو بگیم مغلوب کند، در این حالت نباید یک طایفه دیگر که غلبه کرده است دویم طایفه مسلمان ها رو چی بکند؟ کنیز بگیرد. کنیز گرفتن این خاصی کافرها است، یعنی کافرها رو کنیز گرفته میشد، مشرکا رو. از همین جهت حضرت عمر گفتند که این خوارج ها بدترین خلق است که میخواهد که مادرمون عایشه و دیگر مسلمه هایی که زنهای صحابه بودند اینها رو خوارجو چی کند؟ میخواهد که کنیز بگیرد و اعوذ بالله فرج های مسلمه رو به خودشون حلال بکند. البته که چیزهایی که خاصی کفر است این رو خوارج ها فقط به مسلمان ها داخل میتند، یا که به مانندی بگویم جزیه یا به مانندی دیگر از عمل ها. پس از همین جهت ابن عمر این سخن رو گفتند و این سخن به همین مسئله تعلق دارد و به مثل همین مسئله که فقط خاصی کفار است، جزیه دادن. ما هیچ وقت نمیگیم که مسلمانی که مرتد است باید، مسلمانی که مرتد شد باید جزیه بدهد، یا که مسلمان هایی که به ما جنگ کرد باید جزیه بدهد، یا که ما اونها رو کنیز میگیریم. نه، این سخنی عادتا از خوارج ها این چنین دیوانگی و احمقی، البته این چنین جهالت بیرون می شود و این البته که منهج خوارج ها است و ما هم عیناً سخن ابن عمر رو میگیم که در این مسائل آیات هایی که در قرآن آمده است گرفتن و به بالای مسلمان ها تطبیق کردن این منهج خوارج ها است، زیرا که آیات ها و این مسائل و این احکام خاص به کفار است. اما دیگر نمودی گرفتن آیات ها که به کفار و به بگویم مشرکین تعلق دارد به اونها نازل شده است، اما اون هر کسی که خود را به اسلام نسبت دهد و عملی همونها رو بکند و از جمله همونها می شود از نظر حکم، البته این چنین عمل را خودی صحابگان رضی الله عنهم کردند. مثلا بارک الله فیکم، همین یک چند آیت هایی که در قرآن نازل شده است بمانندی آیتی که ما نازل کرد، آیتی که ما از نازل کرده الله سبحانه و تعالی از سوره کهف 103 تا 108 حجت آوردیم که در این آیت دلالت واضح هست که هر کسی که شرک اکبر رو نفهمیده کند هم خودش رو هدایت یافته گمان کند هم مشرک است. این آیت اصلا با کی نازل شده بود؟ یهود و نصارا. پس از نظر مبشر مسلمیار ما شدیم این آیت رو به مسلمان ها نسبت داده به منهج غلو رفتیم، منهج خوارج ها و منهج گمراه ها. اکنون بیایید که این آیت رو صحابه چی گفتند؟ علی رضی الله عنه، ابن ابی طالب و ضحاک و غیر از این هر دوی این بگیم ضحاک علیم و علی صحابه رضی الله عنهم یک چند نفر دیگر از علما چی میگفتند؟ این آیت همین آیتی که خاص در حق بگیم اگر یهود و نصارا نازل شده باشد بگیم به حروری ها به خوارج ها تعلق دارد میگفتند. یعنی این آیت رو میگفتند که این آیت حکم خوارج است. پس آیا علی ابن ابی طالب آیتی که در حق یهود و نصارا نازل شد این را آوردند و به خوارج ها نسبت دادند، خود علی ابن ابی طالب گویا خوارج شدند و منهج خوارج ها کار کردند؟ یا ضحاک یکی از مفسرین سلف این امت آیا خوارج شدند به منهج خوارج ها کار کردند؟ یا که مبشر مسلمیار در اینجا مرجئه ها در اینجا جهالت دارند؟ البته مرجئه ها جهالت دارند. سبحان الله. و این چنین حالت ها بینهایت زیاد شده است. تشبیه کردن، مانند کردن، قیاس کردن و عملی اونها رو به اینها موندن در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت شده است.
خیلی که امام ترمذی در صحیحشون روایت میکنند که با هم ابی وقد لیثی میگن که با همراهی رسول الله صلی الله علیه و آله بر اومدیم، خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله الى حنین، بسوی حنین بر اومدیم که ما نو مسلمان شده بودیم. میگن و نحن حدیث عهد بکفر، یعنی ما از کفر نو به اسلام داخل شده بودیم. ولی مشرکین سیدرتون یعقوب، یعنی حدیث همین حدیث ذات انبات است. ما پرسیدیم از رسول الله که به ما یک چی کن، یک درخت رو قرار بده که ما از همون درخت برکه به خودمون بگیریم، یعنی اصلی همون رو آویزون بکنیم. رسول الله چی گفتند؟ ببینید رسول الله چی گفتند. بارک الله فیکم، الله اکبر گفتند. انها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو اسرائیل. الله بزرگ است. این گفتن کارتون سننی هست، همون راه روشی هست، همون عملی هست که بنو اسرائیل از موسی پرسیده بود. قسم به آن ذاتی که گفتن جان من در دست اوست، این سخنتون مثل سخن بنی اسرائیل است. از همین جهت یعنی زجری شدید کردند. البته که اینها عمل رو انجام ندادند، شرک رو انجام ندادند. از همین جهت حکم کفر و تکفیر از جانب رسول الله به اینها نآمد. اگر اینها همون عمل رو میکردند، یعنی همون درخت رو میگرفتند و عمل میکردند، شرک رو عمل میکردند، بعد از این پیامبر تکفیر میکردند و میگفتند که عیناً عملی مشرکین رو کردید. خیلی که علما در شرح حدیث ذکر میکنند. پس این است حقیقت و این چیز از رسول الله ثابت شده است که هر کسی که عملی یک قوم مشرکین رو بکند از همون است. بارک الله فیکم، خودتون رو تشبیه ندید. میگن تشبیه دادن معروف است. و ابن کثیر در تفسیرشون در آیه سوره کهف میگن که علی ابن ابی طالب و ضحاک و غیر از این علمای دیگر میگفتند که این آیتی که به یهود و نصارا نازل شده است، به یهود و نصارا هم و این چنین به خوارج هم دخل دارد و این آیت عموم است، زیرا که عبرت به عموم لفظ است نه به خصوص سبب. این است منهج اهل سنت و الجماعت. منهج اهل سنت و الجماعت همچنین است. اما اشعری ها، این متأخرهای اشعری این فتنه رو بیرون کردند. کبوری ها این فتنه رو بیرون کردند. کبوری ها بین آیات های قرآن یعنی این چنین جداگی رو انداختند و عیناً سخن ابن عمر که امروز مبشر مسلمیان می آورد، کبوری ها این رو می آورند و می گویند که شرک کردن جایز است و هر کسی که این جایز نداند، آیات هایی که مشرکین تکفیر مشرکین اومده است این رو بیارد، این خوارج است. از همین جهت محمد ابن عبدالوهاب و علمای اهل سنت و الجماعت رو خوارج میگویند. سبحان الله، سبحان الله. پس در این مسئله خوب دقت بدید. ما ببینید علمای سلف به مانند بسیار از علمای بگیم و این چنین یک از علمای سلف ابن جریر الطبری وقتی که در زیر این آیات ها گپ میزند، در زیر آیت سوره اعراف آیت 56 بود والله اعلم و در زیر سوره کهف آیت 103 تا 108 ابن جریر الطبری این آیات ها رو دلیل میگوید که جهل عذر نیست. پس ابن جریر الطبری هم خوارج شدند، زیرا که این آیات ها اگر به کفار اصلی نازل شده باشد، ابن جریر الطبری این رو به مسلمان ها گفته است که همین آیات دلالت میکند که جهل عذر نیست. ابن جریر الطبری رو ما میتونیم خوارج بگیم؟ مبشر مسلمیان سوال است، باید به سوال جواب بدید. پس سخن ابن عمر رو ما باید عموم نگیریم و در این مسئله کتاب ها نوشته شده است. در این مسئله علماها بینهایت سخنهای زیاد گفتند و عمر ابن الخطاب رضی الله عنه آیات هایی که به مشرکین نازل شده بود به مسلمان ها یعنی حجت میگرفتند و گپ میزدند و بمانند این که امروز مثلا یک انسان از مسلمان ها دخترش را به خاطر ترس از رزق به تگ خاک در آورد بکشد یا بکشد، به خاطر ترس از رزق، به خاطر از غمبغلی. آیا ما میتوانیم همون آیاتی که به مشرکین نازل شده بود که فاذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، اگر کودک کشته شده پرسیده شد که به خاطر چی این کشته شد، به کدام گناه، آیا ما همین آیات رو حجت آورده به این مسلمانی که دخترش رو کشته است همون عمل مشرکین رو کرده است میتوانیم؟ بله میتوانیم. این عمل رو علما کردند، حجت آوردند و عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یک چند این چنین حادثه ها شده است و ابوبکر صدیق رضی الله عنه این چنین کردند. یعنی آیات هایی که در حق ذم مشرکین، در ذم یهود و نصارا بود،
این آیات های ذم مشرکین و ذم یهود و نصارا به من و شما عموم داخل دارد. خیلی که محمد امین شنقیطی این رو ذکر میکنه. اما کسی که نمیگوید اعوذ بالله، خیلی که دیدید این یک کفر عظیم است. این یک کفر عظیم است. ما حالا سخنهای بگویم ابن جریر طبری رو به شما ذکر میکنیم که ابن جریر طبری رحمه الله در زیر این آیات ها چی میگند؟ اولا میگن که ابن جریر فاما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله فتوحيد الله من دين الله فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم به. یعنی اما میگن از این قسم دینه که جهل جایز نیست، جاهل بودن عذر نیست، در دین الله این توحید است. در توحید جهل داشتن عذر نیست، جاهل بودن عذر نیست و کسی که جاهلانه شرک رو کند هم مشرک گفته میشود. در کتاب التبصیر صفحه 112 این سخن میگن و در تفسیرشون در زیر آیاتی که و ما یشعرون در سوره بقره اومده است، یعنی عمل میکردند و اما نمیفهمیدند. در اینجا میگن که این آیات یکی از واضح ترین دلیل است به همون کسایی که دعوا میکنند که الله عذاب نمیدهد آدمهای جاهل رو. یعنی این آیات البته به عموم در حق کفار مشرکین اومده بود، اما ابن جریر طبری این رو حجت آورده گفته است که به امت اسلام گفته است که هر کسی از امت اسلام بگوید که الله فقط آدمهای بگویم عالم رو عذاب میدهد، آدمهای جاهل رو عذاب نمیدهد یا که به اون حکم نمیآید، این میگن انمین آیت نازل شده در حق کفار مشرکین همین مسلمان ها رو دروغ میشمارد. پس آیتی که در حق کفار مشرکین نازل شده بود در حق مسلمین نازل کردند ابن جریر طبری. و اینچنین در سوره اعراف آیه 30 و تحسبون انهم و يحسبون انهم مهتدون، کمی پیشتر آیه 50 گفتیم البته که غلط شده بود، آیه 30 است و يحسبون انهم مهتدون، یعنی فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين من دون الله اولیاء ويحسبون انهم مهتدون. یعنی شیطان را اولیاء گرفتند، غیر الله را عبادت کردند و باز پنداشتند که اینها چی هستند؟ مهتدون هستند. این آیت در حق مشرکین نازل شده بود. ابن جریر طبری این آیت را دلیل میگیرند و میگویند که هر کسی که از این امت هم، یعنی معنای سخنشون همین است، به سبب جهل یا ندانستن به شرک و کفر و همون عمل رود، البته جهل عذر نیست، زیرا که الله سبحانه و تعالی چی کرده است؟ فرق الله بین اسماء و احکامها فی هذه الايه وقد فرق الله بین اسمائهما و احکامهما فی هذه الايه. الله فرق گذاشته است بین اسماءهاشون یعنی نامهاشون و حکمهایشون. این آشکار دلالت میکند که کسی که شرک اکبر رو میکند اسمن این مشرک است، اگرچه جاهل باشد، اما اگر جاهل باشد حکمش دیگر است. و این چنین در زیر سوره کهف آیه 104 103 104 و 108 این چنین نظر بکنید و 104 در زیر 104 که اومده است و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کفارند، مشرکند، شرک میکنند اما باز گمان میکنند که اینها کاری عمل خوب را انجام داده ایستادند. این آیت مبشر مسلمیان میگه که به کفر نازل شده است. کسی که این رو به مسلمان ها نسبت بدهد جهل و نسبت بگوید خوارج است. و ببینید که امام ابن جریر طبری که 310 وفات کردند از سلف این امت هستند، این آیت رو حجت میگیرند. فجهلهم غیر مقبول لوجوب طلب الهدى. جهل میگه غیر مقبول است به خاطر اینکه فهمیدن هدایت، فهمیدن توحید واجب است. فهذا من أدل الدلالة على خطأ من زعم أنه لا يكفر أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر. و این از همه دلالت کننده ترین دلالت است که همین آیت میگند بر خطا بودن کسایی که دعوا میکنند که کافر نمی شود انسان مگرم در حالتی که علم داشته باشد یا قصد راش رو بداند. علم یعنی البته که من حیث یقصد الى الكفر، یعنی همون وقت کفر میشد که کفر رو دانسته انجام بدهد بعد کفر میشد، اما جاهلانه کفر رو قصد نکرده انجام دهد کفر نیست. گفتن این خطا است. یعنی مذهبی مبشر مسلمیان رو ابن جریر طبری سلف مذهبی سلف علمای سلف خطا گفته شدن. یعنی کسی که میگوید که فقط
دیده و دانسته شرک رو کند حجت رسیده باشد بعد تکفیر کرده می شود، اما جاهل باشد تکفیر کرده نمی شود. بگوید انا همین سوره کهف آیه 104 به او رد بوده است. گرچند که این آیت به یهود و نصارا نازل شده باشد هم امام ابن جریر طبری همچنین چی گرفتند؟ حجت گرفتند. از همین جهت ما میگوییم که برادران و خواهران موحدم، ما قرآن و سنت رو باید به فهم سلف فهمیم. اگر به فهم خودمون فهمیم، به مانند مبشر مسلمیار، به مانند این دیگر از اهل بدعت یا که به مانند قبوری ها یا مدخلی ها خطا میفهمیم و بالاخره گمراه میشویم. زیرا که به فکر خود، به عقل خود همه درست فهمیده نمیتواند. و سبب گمراهی همه گمراهان ان همین است که قرآن و سنت را به فهم خود میفهمند. با همین این حقیقت به شما آشکار شد که این سخنی مبشر مسلمیار یک بگویم شبهه بیش نیست و شبهه مرجوع است و این از جهالت است. گرچند که ما به این جواب داده بودیم، با این یک جوابی طولانیه که 56 دقیقه است، به شما باذن الله کافی است و شافی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.